السلام علیکم داملای شیرین سخن اکای حاجی میرزا. من مخلص اشدی شما، یکی از دهه‌های دوردست ناحیه شوراباد. من عائله‌دار صاحب 3 فرزند هستم. زندگی من همراه همسرم بی نهایت بد است. همسرم نه من را حرمت میکند، نه مادرم را، نه دیگر را، خویش و تبارم را. از شما اکای حاجی میرزا احترامانه خواهش میکنم که به من چه مصلحت میدهید نسبت زندگی همسر من فعل حیوان را دارد. البته این مسئله ها چندین بارها صحبت ها شدگی است. دادر عزیز می تواند که از صحبت های پیشی که ما نسبت زنهایی که بدفعل بودند یا حرمت شوهر مخصوص فتنه ها وجود دارد، اگر برده و از این استفاده کنند اونجا البته مفصل تر است، اونجا زیادتر است. اگر در وجود این زن ذره ایمان باشد، از روی این آیات های قرآن و احادیث های رسول اکرم البته به البته در زندگی تو برادر عزیز بهبودی پیدا می شود. این من برای دلبرداری تو اینقدر می گویم که این زن که در نکاح تو هست، تو خودت را تنها نشمار، زیرا این گونه زنها خیلی در جامعه ما زیادند. فقط در این برادری که از دهه دوردست شوراباد مکتوب نویساندند، فقط این گونه زنی بد خدا نصیب تو نکرده است، بلکه نصیب اکثریت مردم ما گردانیده است. اکثریت مردم امروز همه شکایت از زنها دارند. لیکن اینجا عذر هست که زنهای ما از سخن خدا و پیغمبر دور ماندند. برادران عزیز و گرامی، اینقدر صحبتی که شما گوش میکنید، اینقدر مجلس هایی که شما اشتراک میکنید، بازم همین که بعضی از شما فعل بد دارین، بعضی از شما گویم رفتارهای نادرست دارین، آفرین به زنهایی که اصلا سخن ما را نمیشنوند، اصلا سخن خدا و پیغمبر را نمیشنوند، اصلا تماما نیست. فقط و فقط از سحر تا بگاه در نزد همون تلویزیون نشسته است. پس این معلوم است که وای برای شما خدمتی که شما میخواهید انجام نمیدهد. خدا رحمت کند زنهای دورای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را که خیلی زنهای گوییم که با عفت بودند، زنهای خدا ترس بودند. احترام اونها را وقتی که باور کنید در قصه ها میخوانی، برای زنهای امروزه به خدا قسم همش افسانه هستند. لیکن وقتی زنی که در دنیا شوهر خود به احترامی میکند، حرمت نمیکند، از جانب حورهای جنتی که از این زنها دیده هزارها مراتب زیباتر هستند، خوش اخلاق هستند، به جانب این زنها قاتلک الله میگوید. ببین لا تؤذیه قاتلک الله. آنها از اونجا ندا میزنند، افسوس که گوشهای این زنها شنوایی این سخن حورهای جنت ندارند. ولی اونها چی میگویند؟ ای زنی که صاحب شوهر هستی، لا تؤذیه، آزار نده این شوهر. قاتلک الله، خدا تو را قتل کند، خدا تو را هلاک کند، تو ویا آزار نده. فانما هو عندك الدخیل. باز چی میگوید؟ خدا یکمش که هلاکت کند، خدا تو را شرمنده کند، خدا تو را بے فیض و بے برکات کند، به خاطر اینکه این بهترین نعمت که شوهر است تو ویا بے حرمتی میکنی. لیکن یقین دان که این شوهر در نزد تو مهمان است. این شوهر در نزد تو یک وقت معین دارد. یوشک ان یفارقک الینا. زود است که وی نزد ما می آید. زود است که وی نزد ما می آید. از این خاطر دادر عزیز، شما از زمان فتنه‌های پیش استفاده برین. درباره احترام شوهر خیلی صحبت‌های دراز داریم، ما برده گذارین، شاید که این زن البته به خود آید و احترام شما را به جا آورد. السلام علیکم داملای عزیز. شوهر من خودش را شاگرد شما میخواند. در خانه زن و فرزندانش از او گریزی شدند. مرا هر گونه تهمت میکند، حتی به زنا هم تهمت میکند.
سرت دادم برو خانه اتان. داملای عزیز چیکار کنم؟ شرایط خانه پدرم نمیرسد، دائما طعنه میکند تو شکل نداری، من زنی زیبا میگیرم، من دیگر طاقت ندارم. داملا یک مصلحت میداده. البته این مصلحت ها هر روز حتی شخصان بیچاره به مکتوب هم همین نزد مسجد ما میآیند. الحمدلله که ما در چند زندگی این دادرها رفته الکی دخالت کردیم. بسیاری از اونها الحمدلله که امروز زندگی خوب دارند، لیکن مکتوب ها را میخوانی شوهر از زن ناریضاست، زن از شوهر ناریضاست. امروز این گونه یک زندگی بی فرانجام، زندگی گوییم که بی مروت و بی محبت و بی مهربانی جامعه ما و شما را فرا گرفته است. حبیب خدا میگوید اجتنبوا سبع الموبقات، از 7 چیزی که شما را هلاک میکند همیشه پرهیز کنید. یکی از اینها قذف المحسنات المؤمنات است، تهمت کردن زنی که درک ندارد و بیگناه است. کدام شوهری که زن طعنه میکند یا تهمت بر زنا میکند، حبیب خدا گفت این مرد از جمله هلاک شدگان است. این هلاک شدگی است که وقتی که این زن تهمت بر این میکند. برادرای عزیز و گرامی، خداوند ظلم حرام گردانیده است. ان الله قد حرم الظلم، خدا میگوید به تحقیق ظالم دوست نمیدارم. حتی حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم دعا میکردن، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم اینکه کسی را ظلم کنم یا از کسی ظلم ببینم. خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم. بین از ظالم حبیب خدا پناه به سوی خدا طلب میکرد. وقتی شما زنها را تهمت میکنید، زنها را طعنه میزنید، زنها را لط و کوب میکنید، شما هم از جمله ظالمان هستید. شما هم در پیشگاه پروردگار برای این لط و کوب و برای این طعنه های خود البته روز از روزها راست ایستاده جواب اینه در پیشگاه خداوند میدهید. زندگیتان از زندگی خوب کنید. حبیب خدا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم للنسائه میگوید. بین ای جوانای عزیز، حبیب خدا مراجعت دارد و عبرت میگیری یا نمیگیری؟ و سخن معلم گوش نکنی، سخن شفاعت کننده را گوش نکنی. برای چی نماز میخوانی؟ برای چی مسجد میایی؟ برای چی دعوای امتی میکنی؟ زمانی که حبیب خدا به تو مراجعت دارد، برای تو مثال برای یک گویم پیروی نامعقول و بی‌ادب برای تو برای انسان حبیب خدا مراجعت دارد. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. میدانی میگوید ای جوان عزیز، کدام تو در پیشگاه خدا قدر و قیمت داری؟ همونی تو که اگر فعلی خوب داشته باشی، کودک از تو گریزان نشود، زن از تو گریزان نشود، یک ساعت نادیده برای تو بی‌طاقت شوند، تو باید پدر مهربان باشی، تو باید پدر غمخوار باشی. تو را فرزندا دوست دارن، تو را زن دوست دارن. آخه اخلاقی بد از اسلام ما نیست. حبیب خدا میگوید من که حبیب خدا هستم، من که پیغمبر شما هستم، با تمام زنهایی که در نکاح داشتم همگیش قطعی معامله خوب داشتم، اخلاقی خوب داشتم، رفتار خوب داشتم. حضرت انس 10 سال میگوید آب طهارت به حبیب خدا میدادم، لیکن باری ندیدم که دستش برداشتگی در چهره زنش زده باشد. و ما ادب از کی میآموزیم؟ و برای ما الحمدلله قرآن، حدیث رسول اکرم، حیات پیغمبر خدا، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خدا میگوید شما ای مردم اگر خواهین که با عزت شوین، با قدر شوین، حیات پیغمبر برای خودتان درس قرار دهید. و ما باید از حبیب خدا درس آموزیم. این چی بود است که من ظلم در خاندانو میکردم؟ زن و فرزندان من از من گریزان میشده است. دشنامهای قبیح از زبان من نسبت عائله و نسبت فرزندان من صادر میشده است. این چگونه پدری بوده است؟ این چگونه آداب اسلامی بوده است؟ داملای عزیز، ساکنان شهر دوشنبه،
شهرک 112 مسافر عباس توپهای فوتبال بازی آوردن که پرچم عربستان سعودی بوده، لا اله الا الله محمد رسول الله دارد. آیا فوتبال کردن با آن اجازت است؟ اجازت نیست برادرای عزیز و گرامی. البته این خطای همه چیز میبرارد. این از عربستان سعودی نیست. عربستان سعودی هیچ وقت در فوتبال، در توپ فوتبال لا اله الا الله محمد رسول الله نمی نویسد و او را زیر پای فوتبالیستا پرده. این یک بدبختا، این دشمنای اسلامند. اینا به خاطر میکنن که شما مسلمان ها بی رحم و بی انصاف شوید نسبت این کلمه زیبایی که شما را از دوزخ نجات میدهد، لا اله الا الله محمد رسول الله، با او پای دراز کنید. اینا دشمنای اسلام میکنن. هر گونه گویم که همتا پرچما و هر گونه شعارها را در هر جای می نویسند تا که باعث بی‌قدری شوند. برای همین وقت شما این گونه پرچما را و این گونه اشاره ها را در توپ ها که دیدید به او پای های خود این کلمه زیبا را نزنید. به خدا قسم این پای می شکند. این پای در پیشگاه خدا جوابگر می شود. آن پای که لا اله الا الله محمد رسول الله را می زند. اون کسانی که نسبت این کلمه تحقیر داشتند، حال اونا چی شد؟ از این خاطر برادرای عزیز و گرامی، هیچ وقت همون سوداگری که همین چیزها را فروختنی می شود همونا را هم نظارت کنید. برادرای عزیز، این گونه توپها را نیارید که شما هم در این گناه شریک هستید. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. برادر من زن خودش را در نزد خانواده زنش 3 طلاق کرد. از کدام روایت گرفته است که در نزدتون شخصی بیگانه نبود، طلاق حساب نمی خورد؟ التماس جوابش را همین هفته به ما جواب گردانید. یعنی یک برادر در پیش اهل عیال زنش، گویم که در پیش اهل عیال خودش زنش طلاق داده است، گفته است که مادام خیر آدم بیگانه نیست طلاق نمی شود. یعنی اینا همه یک سخنهای بی معنی بی فایده اند. هیچ کس نباشد خود تنها باشی زن تا طلاق که زن طلاق می شود. فقط در نکاح شاهد شرط است. نکاح را به شاهد کنی نکاح باطل است، لیکن طلاق به شاهد یگان نفر نباشد، خود تنها زن تا طلاق زن و طلاق می شود. برای همین زن طلاق دادن این هم گویم نشانه جوان مردی نیست. دادرای عزیز، السلام علیکم بابای حاجی میرزا. مردی که زنا کند با زنش گوید که من حاضر از زنا کردن آمدم، باز وای خودش را شاگرد بعض داملاها میگیرد و میشیند و میخیزد سبحان الله میگوید وای گناهگار است، در آخر در حق من دعا کنید. البته گناه سبحان الله میگوید، الله اکبر میگوید، زنا میکنی، این چیز سبحان الله است. خدا پاک است، خدا بزرگ است، لیکن تو بر این مثال شخصی که نام این ذات میگیری و باز امر این ذات که اجرا نمیکنید، باور کن در پیشگاه خدا جواب میگویی. این عمل بسیار عمل شنیع است. دادرای عزیز، امروز بسیار رواج دارد، احتیاط کنید. بسیار رواج دارد زنا، خیلی زیاد شده است، بسیار احتیاط کنید. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. از شما التماس میکنم با سوال من جواب دهید. همین خیل می شود که از زیارت خانه خدا آمده خانه فرزند خود را با تهمت ویران کند، یا سخن فالبین را از قرآن بالا داند. خب یا 5 وقت نمازش را این حاجی میخواند، لیکن با سخنهای فالبین خانه فرزند خود را ویران میکند. البته این گونه حاجی ها پر هستند. دادر عزیز، حاجی هست که سخن فالبین میگیرد، حاجی هست که خیانت میکند، حاجی هست که دروغ میگوید، حاجی هست که غیبت میکند، حاجی هست که عرق میفروشد، حاجی هست که عرق میخرد. همش هستن برادران. این گونه حاجی ها وجود دارند. این معنی را ندارد که این حاجی عرق خور شد و سخن فالبین قبول کرد در درگاه خداوند یگان کم بودی پیدا شد. نه، این گونه حاجی هم پیرو با یک جاهل یک دوزخی دیگر است. این حج کردگی این برای این آدمی که حج کرده است هیچ منفعت و هیچ فایده ای ندارد.
سلام بابای حاجی میرزا، خاله من 10 سال شد دیوانه کسل است. بعد اینکه بینیکی و تبابت را دست زد، اگر این کار را نکند گویا که جنها عذابش میدهند. نماز میخواند، روزه میگیرد. به این شما چی گفتنی هستین؟ مخلص شما از شهر دوشنبه. برادرای عزیز و گرامی، یعنی البته این حقیقت دارد، وقتی که جنها گویم خوازن باشد، خوامرد باشد، وقتی با او وارد می شوند، وقتی با او داخل می شوند، یقین او را در این کار بینیکی و فالبینی دلالت می کنند. اگر تو بینیکی و فالبینی را به عهده نگیری، به گردن نگیری، تو را قتل می کنیم، تو را نابود می کنیم. پس این مجبور می شود که دست بر این گناه زند و او گویم که طبیب می شود، او گویم که بینک می شود و فالبین می شود، لیکن اصلا وای تبابت کردن نمی تواند. تو درای عزیز، وای خودش بیمار است، اون چگونه شما را تبابت میکنه؟ وای خودش گویم که جین زده است، وای جین شباید برآوردن در کار. از این خاطر این شخصی که بینیکی و گویم فالبینی و دیگر کارهایی را که جنها پیشنهاد میکنند قبول میکند، این بنده در پیشگاه خدا گناهگار است. البته برادر عزیز، تو را هیچ وقت گویم که جان تو در دست الله است. جن تو را آزار میدهد، جن تو را عذاب میدهد، لیکن دادرای عزیز، شما وقتی میبینین همین گونه دردها را مراجعت کنیم، به ما مراجعت کنیم، ما برای شما توصیه دهیم که چیکار کردن در کار. امروز آدمای همین جنوره خیلی زیاد شدگیان، راههای تبابت دارد، راههای خلاصی از این دارد. شما در حال ویا برده و مثال همون اکالهایی که 3 روز و 4 روز ویا مثال گویم بهنگ میکند، گرنگ میکند، خوابش میکند، با اونها استفاده نبرین. راههای دارد، این قرآن شفا است. برای همین مراجعت کنین، انشاءالله ما برای شما توصیه های خوب میدهیم. و امروز ده ها صدها آدم باور کن تلفن میکنن، ما برای اونها راه ها نشان میدهیم که با این بیماری هاشون چیکار کنن. برای همین این شخصی که بینک میشود، فالبین میشود، این طبیب نیست. برعکس کسی پیش این میرود، باور کنین وای حتمی از اونجا جین میگیرد.